11 روز بعد در 20 جون شورای امنیت سازمان ملل تصمیم مهمی میگیرد، اینکه نام رهبران طالبان را از فهرست تحریم ها حذف کند، کم کند و یا زیاد کند. فعالان حقوق بشر میگویند لیست تحریم شدگان طالبان کامل نیست و 3 نام مهم دیگر هم باید به آن اضافه شود. دیدبان حقوق بشر امروز خواهان اعمال تحریم‌های جهانی بر هبت الله آخوندزاده رهبر، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات و شیخ خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان شد. چرا دیدبان حقوق بشر میگوید خواه این 3 رهبر وارد فهرست سیاه شوند؟ تحریم رهبران طالبان چی اهمیتی دارد؟ آیا فشارها می تواند رفتار طالبان را تغییر دهد؟ این بحث روز است. بیننده‌های عزیز سلام. به بحث روز با من زکریا نایبی از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در بحث امروز عبدالله خنجانی معین پیشین وزارت دولت در امور صلح از لندن، سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی همچنان از لندن و سید باقر محسنی کارشناس امور سیاسی را از کابل با خود داریم. اجازه بدین بحث را با آقای خنجانی آغاز بکنیم. آقای خنجانی، چرا رهبران طالبان یا 2 مقام ارشد دیگه اونا باید تحریم شوند؟ اینا در چی زمینه حقوق بشر چی کار را انجام دادند که باید تحریم شوند؟ جناب نایبی صاحب، درود بر شما، بر کاظمی صاحب محترم و آقا صاحب بزرگوار. اجازه بدین بر فهم سیاست تحریم نیاز است ما برای گذشتهش یک مرور بسیار خلاصه و کوتاه داشته باشیم. اول تحریم ها 2 گونه هستند. یکی تحریم های تاکتیکی و تحریم های استراتژیک. تحریم های تاکتیکی معمولا تحریم هایی هستند که به هدف رسیدن به یک سلسله از منافع کوتاه مدت تعمیل میشن و هدف اصلیشان همی است که همون طرفی که تحریم شده باید در روی کردش تفاوت ایجاد شود. و هدف و تحریم های استراتژیک تحریم هایی هستند که در برابر یک نوع اعتراض بین المللی در سیاست های بزرگ یک سلسله از اقدامات کشورهای بزرگ یا رهبرانی است که چیزی که ما در حال حاضر در روسیه میبینیم. تحریمی که در برابر طالب ها هم از لحاظ تاریخی وجود داشت یک تحریم استراتژیک بود. دلیلشان حمایت طالب ها از القاعده و تروریسم بین المللی و همزمان جنگشان در برابر مردم افغانستان، حکومت گذشته و جامعه حضور جامعه جهانی در 20 سال گذشته افغانستان. اما این تحریم به مرور زمان در یک موقع صرف نظر به گونه مقطعی شد و هدف اصلی از او اشتراک یا شامل ساختن رهبری طالبان در پروسه صلح افغانستان و همزمان که طالبان فرصت داشته باشند رهبریشان سفرهای به هدف صلح و ثبات در افغانستان انجام بدن که متاسفانه و پروسه ناکام شد. یک استدلالی که در حال حاضر وجود داره که باید این تحریم ها بر بگرده او است که این تحریم ها یک هدف خاص داشت. به تعلیق در آوردنش تو هدفی بود که باید رهبریشان وارد یک پروسه صلح شود. از آنجایی که طالبان دوباره از طریق زور آمدن قدرت در افغانستان گرفتن و حالا آماده یک پروسه ملی به خاطر رسیدن به صلح نیستند، بنابراین باید تحریم ها رفع شود. مشخصا در مورد 3 نامی که شما یاد کردین، اولا ما باید یک یادداشت پیش خود ما بگیریم که هیچ اطلاعات وجود ندارن. نایبی صاحب امروز شما و مهمانان ما یادداشت کنین که هبت الله زنده باشه. یک متالوژی برش به انگلیسی میگن، یک توهم سیاسی است که ایجاد شده و طالب‌ها خودشان با یک بحرانی هستند که چگونه ای را در دراز مدت حل میسازند. ما دقیق نمیفهمیم، هیچ اطلاعاتی وجود نداره، بنابراین تحریم در برابر مدت‌ها مفهوم نداره. اما در مورد 2 شخص دیگرش دلایل اصلیش هم محدودیت‌هایی است، بویش هم محدودیت‌ها در برابر حقوق اساسی افراد و زنان در افغانستان که
دیدبان حقوق بشر شاید به همین دلیل خواهان تحریمی افراد شده باشه. خب اجازه بدین که حال بریم به کابل، از آقای موسینی هم بپرسیم که این تحریم ها چرا رهبر طالبان را و وزیر امر به معروف و رئیس استخبارات طالبان را نشانه رفته، هرچند آقای خنجانی گفتن که رهبر طالبان شاید زنده هم نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و همچنین بینندگان گرامی شما. به نظر می رسد که چنین نگاهی متناسب با عملکرد این سه نهاد است از آدرس آقای هبت الله فرامینی که صادر میشه برای محدودیت در آموزش و محدودیت در کار خانم‌ها و دیگر آزادی‌های بدنی است. به همین مبناست که این آدرس مورد تحریم واقع میشه و عملکرد تحت عنوان استخبارات در کابل علیه فعالین مدنی، علیه فعالین رسانه‌ای و علیه نیروهای باقی مانده از حکومت سابق و همینطور نگاه بسیار متعصبانه و سختگیرانه یک فرد متعصب و خیره‌سری در وزارت امر بالمعروف است که در واقع مردم را به تنگ آورده و به سطوح آورده. عملکرد این سه آدرس در واقع با توجه به چیزی که آقای خنجانی گفتن از لحاظ تاکتیکی در واقع مورد هدف قرار میگیره و مورد تحریم قرار میگیره، اما در کلیات به نظر میرسد که نه سازمان‌های بین المللی و نه دیگر کشورهای تاثیرگذار در امور افغانستان شناخت دقیق و عینی از بافت و ساختار قدرت در داخل طالب‌ها ندارند. او منازعه جدی که در درون طالب‌ها وجود داره، او ساختار دوگم و متعصبانه‌ای که وجود داره در واقع مورد توجه قرار نمیگیره و به همین مبنا یک نگاه تاکتیکی نسبت به عملکرد اداره‌های نامنهاد نسبت به وضع برخی محدودیت هاست. بله، خب اجازه بدین که از آقای فاطمی هم بشنویم که نظر از اونا چی است. آیا شما موافق هستین که هبت الله آخوندزاده اصلا یا وجود نداره یا باید که تحریم شود و همچنان شیخ خالد حنفی و آقای وثیق شایسته تحریم های بیشتر هستند و اینا هم باید گنجانیده شود در لیست تحریم ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نایبی سلام به شما، با آقای خنجانی و آقای محسنی و بینندگان محترم تلویزیون شما. خب قراره که آقای خنجانی تشریح کردن که امی تحریم‌های استراتژیکی و تحریم‌های تاکتیکی است. تحریمی که در مقابل طالبان صورت گرفته بود، در اون زمان طالبان در قدرت نبودن، یک گروهی بود که در مقابل حکومت می جنگید و به حساب قانون بین الدول اونا باقی شمرده می شدن. آقای فاطمی، تحریم های جدید که در سال 2022 البته در بله منظور از این تحریم هست، بفرمایید. میایم اگر بگذارین در گفتار دوستان دیگه داخل نکردین، اگه این کارا میکنین خیر با خاموش. نه خواهش میکنم، من فقط خواستم تصحیح بکنم که سوال من مربوط تحریم های جدید است. بفرمایید، وقت در اختیار شماست. مهربانی. کارم میتونم، شما را میتونم و ان شاء الله خطیام نمیکنم. خواهش میکنم، امید است که بعد از این مداخله او در مقابل یک گروهی بود که در مقابل حکومت می جنگید، اما فعلا شرایط تغییر خورده. فعلا یک حکومت است که در افغانستان بر سر اقتدار است و تحریم ها در مقابل حکومت با تحریم هایی که در مقابل یک سازمان جنگنده صورت می گرفت بر اساس قانون بین الدول هم فرق می کنند. شما می‌بینیم که بعد از معاهده‌ای که در دوحه صورت گرفت، در اون معاهده قرارداد کرده بودند که افرادی را که در لیست سیاه دارن رها میکنن. امریکایی‌ها رها نکردن، تخلف از معاهده خود کردن. من از خاطر که شما چون مداخله میکنم من مجبور زود جمع میزنم. من به این که چرا فرضاً امروزی افراد نو باید شامل شود یا نشود. بله، اگر مسائل خط سرخ باشه، مسائل خط سرخ شرعی باشه، در اونجا اگر امارت اسلامی سر پایین نکنه همگی بر امرشان تایید خواهد کرد. اما مسائلی که در اونجا خط سرخ نیست،
خدا و رسول و قرآن هم در اونجا پابندی نداره و قوانین بین الدول هم نداره. در اونجا اگه اینا تخلف میکنن و با اساس از او تحت پابندی میان، مثلا مسئله حقوق بشر است، حقوق زن است. تعلیم یکی از حقوق اساسی انسان است که خدا و رسولش منع نکرده داده، فلذا بنده حق نداره که او را منع کنه و قوانین بین الدول مدافع از او هم است. به این اساس این حق افغان است و این تقاضا بر جای است. اگر این جامعه جهانی کنه، اگر این ملت افغانستان کنه، این بر جای است و این باید تقاضا پذیرفته شود. هیچ ممانعی وجود نداره، هیچ عذر شرعی وجود نداره، هیچ عذر قانونی بین الدول وجود نداره. اینا کن. همچنان مثلا تخطی از دیگه حقوق زنان، پابندی های بیجا و فشارهای، همینطور که برادر ما اشاره کردن که امر بالمعروف بعضی قوانین و شرایط را در مملکت وضع میکنه که او با شرایط محیطی و زیست ما شما برابر نیست. نظام به او پایه جور نشده. مردم آقای فاطمی، آقای فاطمی، هدف از تحریم‌های جدید هم همین چیز گفته شده. دیدبان حقوق بشر هم دلایلی که گفته اینا باید که در لیست اضافه شوند همین مواردی است که شما در اخیر او را لیست کردین و گفتین. خوب اجازه بدین که بریم به آقای خنجانی دوباره. آقای خنجانی، های شما پاسخی که آقای فاطمی دادن موافق هستین؟ فکر میکنین که طالبان یک حکومت است و اینا دیگه نباید به این شکل مورد تحریم قرار بگیرن؟ نایبی صاحب، اول فکر میکنم که مناظره بین ما و بین جناب فاطمی صاحب نیست. به او خاطر ما نمیخوایم در واکنش به گپای از او صحبت بکنم. اما تحریم ها را در کل خدمتتان عرض کنم که تحریم ها هم شامل حکومت های برحال و هم شامل گروه های تروریستی و هراس افکن. یک مثال کلان چیست که تحریم که ایالات متحده آمریکا بر علیه مقامات روسی و بستگان مقامات روسی در حال حاضر وضع کردیم، تمامش در برابر یک حکومت است. شما عین تحریم ها را میبینید در برابر یک تعداد زیاد از مقامات ارشد در جمهوری اسلامی ایران. حتی رئیس استخبارات سپاه پاسداران ایران هم در فهرست جهانی است. بنابراین استدلالی که گویا در چارچوب روابط بین‌المللی یا قواعد بین‌المللی تحریم در برابر گروه‌های غیر دولتی یا نان استیت اکترها میتونه واقعی باشه و حکومت‌ها این موضوعیت نداره. بله، بسیار خوب. حالا اگر یک نظر داشته باشین در قسمت نهاد دیدبان حقوق بشر، این چقدر وزن داره، چقدر مطالبات و نظریاتش برای سازمان ملل و جامعه جهانی میتونه مهم باشه؟ نایبی صاحب، بحث حقوق بشر در 20 سال گذشته افغانستان متاسفانه یک بحث ارزشی نبوده، یک بحث سیاسی بوده. معمولا سیاست‌های بزرگ غربی را نهادهای حقوق بشری از مجرای یک ابزار فشار دومی تعقیب می‌کردند. توصیه هایی که نهادهای حقوق بشری انجام میدن اول فاقد یک معایده حقوقی هستند، یک معایده سیاسی، به این مفهوم که توانایی نهادی را بر تطبیق توصیه هایشان ندارند. مشکل دومی که وجود داره است که در 20 سال گذشته و بعداً خصوصاً پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت و ما فکر میکنم نظام که مهمترین اصل بود، حکومت یک بخش کوچکش بود، چیزی که غرب در افغانستان ناکام شده و تعیین یک سلسله ارزش‌ها که جناب فاطمی صاحب هم از او به عنوان خطوط قرمز یاد کردن. اما یک مثال که فاطمی صاحب دادن بسیار مثال مهم است به نظر من. شما ببینید هیچ نص صریح دینی را شما پیدا نمی‌کنید برخلاف تاکید لازم اسلامی چی بر اساس نص صریح قرآن کریم و سنت پیامبر خدا و بعد اجماع و رأی و قیاس وجود داره که طلب علم فرض است بر زن و مرد. اما امروز شما ببینید نص حقانی میگه که بسیار ساده میگه ما علما را میخوایم که به اثر تحصیل زنا صحبت کنید. به این مفهوم است که علمای طالب بیشتر از خدا و پیغمبر خدا میفهمند، دیگه تعریف نداره. با چنین یک استدلال منطقی به نظر من نه تنها که ما نمیتونیم به یک نتیجه برسیم، برخلاف
ما را به و جالبیت گپ دیگه می است که آقای حنفی وزیر امر به معروف خودش از گروه آقای حقانی هستند. اینا با هم گروه هستند ولی با هم تفاوت دیدگاهشان بسیار زیاد است که از یکی دیگه شکایت میکنند. من فکر میکنم این سوال مهم برای فاطمی صاحب و برای کاظمی صاحب محترم است، چون یا بافت طالب امروزی را بهتر از من میدانند و باید تشریح کنند که طالبا چی مشکلات درونی بین خودشان دارند. بله. آقای محسنی میخوایم از شما بپرسم که دیدگاه شما را در مورد اهمیت نهاد حقوقی سازمان ملل متحد که پیشنهاد کرده باید طالبا بیشتر 3 رهبر دیگه شون در لیست سیاه قرار بگیرن، این چقدر اهمیت داره و چقدر میتونه که یک اهرم فشار واقعی باشه بالای طالبا؟ سازمان های بین المللی با او تناسبی که باید اعلامیه هایشان، توصیه هایشان و حتی قطعنامه هایشان تأثیر عملی، میدانی و ملموسی روی عملکرد طالب ها ندارند. به این خاطری که طالب ها هنوز در یک حالت استثنایی و خاص قرار دارند، رسمیت بین المللی ندارند، مشروعیت داخلی ندارند و صرفاً به عنوان یک ساختار نظامی و امنیتی عمل میکنند. چیزی که راجع به عملکرد افراد در دستگاه طالب ها مطرح شد، آقای حنفی هماهنگی جدی با جناح قدرت خودش داره و برخی فشارهایی که یا اعلامیه ها یا دساتیری که صادر میشه نسبت به برخی موضوعات به نظر میرسد کاملا سیاسی و در راستای رقابت در درون جناح طالب هاست. یعنی تلاش رقیبی است که او جناح به اصطلاح میانه و اهل مذاکره و مدارا و گفتگو با دنیا را در درون صفوف خودشان، در درون نیروهای متعصبی که ادعا دارند ما مبارزه کردیم برای پایان اشغال و برای پایان سلطه فرهنگی و سیاسی غرب در افغانستان، چون این مذاکره ای را در واقع ما بر نمیتابیم یا به رسمیت نمیشناسیم. به این اساس به نظر میرسد که توصیه هایی از جانب نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی صرفا در قالب یک اعلامیه بسنده